دانشگاهی رو میدونم که مثل ماجرای آلودگی این روزها که زوج و فرد میکنند، اونجا هم زوج و فرد کردن، کلاس رو زوج و فرد کردن. به نظر شما ما در ایران کمبود پزشک داریم یا؟ تمام مدل مدیریتیمون شده یا دعا بارون بیاد یا زور باید بارون بیاد. آرام نمیشه، میاد جلوی 19 نفر یه دونه چکم میخوابونه زیر گوشه رزیدنتش. گنگی دارم حرف میزنم، خیلی دارم فرار میکنم. نه زنگ بزنه بگه بیا، میگه بعد طرف رو میکشونه میگه خب دیدمت کاری ندارم برو. خب ببینید این الان جواب اون مسئوله. ببینید نه ببینید اونجایی که این ببینید نداره، خلاصه اومدن ما رو کتک زدن و شما پس بله سوال آخری که نه صبر کن بذار یه ذره فکر کن. اوکی آقا گوشم به داغ نظر کرد. جواب خود چه شغلی در کشور داریم؟ ببینید چقدر من این مثال رو بدم. به نام خدا، عرض سلام خدمت مخاطبین برنامه چکاپ. این اولین قسمت از این برنامه است که تقدیم حضور شما میشه و ما قصد داریم توی سلسله گفتگوهای چکاپ در مورد چالش‌ها و موضوعات مختلف نظام سلامت کشورمون صحبت بکنیم. تو قسمت اول مهمون عزیزی در کنار من حضور دارن که خودشون هم سلسله مراتب حضور در بالین رو طی کردن و از این جهت خیلی میتونن به بحث ما کمک بکنن و هم الان خودشون به نوعی در بحث‌های مدیریتی نظام سلامت هم ایفای نقش میکنن. به نوعی خیلی این میتونه کمک بکنه به بحث ما از این جهت که آقای دکتر سلحشور از هر دو جهت حضور پررنگی در نظام سلامت داشتن. آقای دکتر سلام، به چکاپ خوش اومدید. سلام خدمت شما دوست عزیز و تمام عزیزانی که تصویر ما رو در جای جای ایران تماشا میکنند. متشکرم. و متشکرم از شما که به هر حال قابل دونستید بنده رو به عنوان اولین مهمانتون خلاصه در خدمت شما هستم. خوشحالم. خیلی ممنون آقای دکتر، ممنون از شما که دعوت ما رو قبول کردین. تو قسمت اول ما میخوایم یک نگاه کلی داشته باشیم به چالش‌های نظام سلامت و در مورد چند تا از اونها که هم به نظر شما هم به نظر حالا مخاطب‌های صفحه ما اهمیت بیشتری دارن و به نوعی چالش برانگیزترن بیشتر هم صحبت بکنیم. اما اگر موافق باشین با چند تا سوال کلی شروع بکنیم که به نظر شما تصویر کلی که الان نظام سلامتی کشورمون داره به چه شکله؟ ما خب به نوعی وزارت بهداشت حوزه سلامت رو به عنوان یکی از استراتژیک ترین حوزه های کشور میدونیم، اما اخباری که از این حوزه منتشر میشه از موضوعات مختلفش مثل نیروی انسانیش، بحث مهاجرتش، حتی گاهن بحث داروها و بحث مسائل مالی که مطرح میشه، باعث میشه تصویری که مردم داشته باشن یک تصویر شاید کمی ناخوشایند باشه از این حوزه. شما چطور میبینید وضعیت فعلی نظام سلامت ایران رو؟ خب وضعیت فعلی رو ببینید، من یه ترسیمی بکنم برای شما شاید بهتر جا بیفته. یک بیماری میبینم که الان روی تخت ICU هست و حالا اینها اصطلاحات یه ذره پزشکی اینتوب است، وصل به دستگاه تا این حد بحران. آره، ولی این بیمار یک ورزشکار خیلی حرفه‌ای قدرتمند جهانی است که همه میشناسنش. از چه بابت میگم؟ برند پزشکی ایران. به هر حال ایران پزشکانش در کل دنیا مطرحند و حتی در تمام این اطراف کشور خودمون پزشک ایرانی رو به عنوان یک پزشک متبحر، دانا و کاردرست میدونند. ولی همین الان روی در واقع تخت ICU خوابیده به عنوان بیمار و در شرف اینه که میدونیم به زودی قرار شوک بهش وصل بشه. یعنی اگر خیلی زود نسبت به رفع بسیاری از مشکلاتی که شما گفتید اقدامی صورت نگیره، متاسفانه این خودکفایی رو از دست میدیم. این شوک خلاصه به این بیمار ما وارد خواهد شد و متاسفانه باید بگم شاید از دست بدهیم. آقای دکتر، این شوک مصداقش که ما بخوایم ببینیم در مورد نظام سلامت چی میشه؟ دیدن واقعیت ها، پذیرفتن واقعیت ها. تا زمانی که ما نگاهمون، شما الان نمیدونم فردا روز این برنامه در کدوم پلتفرم قرار پخش بشه، ولی زمانی که پخش بشه احتمالاً غیر پزشکان هم ببینند این رو. شما کامنت هایی که نوشته میشه در رابطه با پزشک ها رو بخونید، با سیستم ببینید. یه مثال خیلی ناراحت کننده بزنم برای شما.
پارسال تقریبا 1 سال و چند روز قبل آقای دکتری به نام آقای دکتر داوودی در شهر یاسوج به قتل رسید توسط هم در واقع یکی از فامیل های بیماری که بله. خب چه اتفاقی افتاد بعد از 1 سال؟ بعد از 1 سال محاکمه اون فرد و به نتیجه رسیدن به قول معروف اون محاکمه حکم اعدام برای ایشون بریدند. خب حکم اعدام بریدند، چه اتفاقی افتاد؟ همین مثلا فکر میکنم 2-3 روز پیش شاهد حضور باشکوهی توی مراسم تدفینشون بودیم. مراسم تدفین، حالا به قول شما باشکوه، حالا میگیم که خیلی خوب ممکنه مثلا به هر حال اونجا یه مقداری خانواده ها خیلی با همدیگه ارتباطای نزدیک و صمیمی دارند، حالا اومدند اوکی، ولی حضور نماینده شهر در منزل ایشون به چه معناست؟ نماینده مجلس در اون شهر بعد از این اتفاق برای چی باید بره خونه اونها؟ ببینید این نگاه تا زمانی که تغییر نکنه، نه من پزشک، نظام سلامت هیچ حس امنیتی براش به وجود نمیاد. میدونید بعد از این اتفاق 1-2 نفر از پزشکان اون شهر از شهر رفتند. چرا؟ گفتن فردا روز چه اتفاقی میخواد برای ما بیفته. نکته الان مثلا توی همین داستانی که توی یاسوج اتفاق افتاد، خب هر چی رسانه تلاش کرد که حتی اثبات بکنه آقا اون دکتر همه کارهایی که باید انجام میداد رو انجام داده، اما باز افکار عمومی حداقل در اون منطقه قبول نکرد. این تصویر در مورد جامعه پزشکی چی شد که به وجود اومد که مردم خب در واقع پیش زمینه ذهنیشون اینه که اون پزشک کمکاری کرده. من یه مثال برای شما بزنم. شده شما یه روز برید بیرون از خونه، مثلا در محل کار، در اتوبوس، در تاکسی، در هر جای دیگری یک موضوعی پیش بیاد و کسی اظهار نظر نکنه؟ ما در رابطه با هر چیزی داریم اظهار نظر میکنیم، در صورتی که خیلی از این موارد علمیه. آخه شما از کجا میدونی که این فلان کار اول باید انجام میشد، بعد میتونست موثر باشه؟ میدونید چی میگم؟ در مورد همین تصویره شما چقدر این رو قبول دارین که شاید عده قلیلی از همکاران شما با توجه به رفتارهایی که مردم از اونها دیدن این تصویر از مدافعان سلامت رو خراب کرده؟ یعنی ما این رو قبول داریم که نظام سلامت متشکل از پرستارها هست، دستیارانی که زحمت میکشن، حتی اینترن‌ها الان دیگه در بالین هستن و همه پزشکان متخصصی که توی بیمارستان هستن، اما عده محدودی گاهن رفتارهایی ازشون مشاهده میشه و این تصویر، حالا یک نمونه بارزش هم که این در این 1-2 روز اتفاق افتاد که منجر شد به استعفای یکی از مسئولین، این رفتارهایی که مردم میبینن و به نوعی خب باعث میشه اون تصویر رو تعمیم بدن به همه پزشکان. این رو چقدر قبول دارین؟ قبول دارم، کاملا حرف شما رو قبول دارم. بسیاری از اون نگاهی که الان مردم دارند هم مقصر خود ماییم، یعنی خود حوزه سلامت که از پزشک باشه، پرستار باشه، همون افرادی که شما گفتین مسئولین امرمون باشه، بسیاری ایراد از خود ماست. حالا خیلی وقتا که اصلا این مسائل درونی هم داره. حالا این عزیزی که شما فرمودید، چند وقت پیش یه جلسه‌ای بود، من به عنوان مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی می‌خواستم حرف بزنم، اجازه نداد که ما حرفمون رو بزنیم، حتی گوش نداد. توی جلسه رسمی در رابطه با یکی از در رابطه با یکی از موضوعات و معضلات حوزه سلامت که خودکشی باشه. یعنی شما فکر کنید دارید در رابطه با موضوع خودکشی صحبت میکنید، بعد به مدیر کل روابط عمومی نظام پزشکی اجازه ندید در رابطه با اون موضوعات صحبت کنه. جلسه گذاشته شده ها. ببینید من تو اون جلسات هم میگم گاهن ما جلسه میذاریم که رزومه رو پر کنیم. من یک گزاره کلی میگم و اون اینه: اگر مسئولی در هر جا، در هر وزارتخونه‌ای، در هر جای این کشور تصمیمی رو گرفت که خودش و خانواده‌اش مجبور به انجامش و رعایتش باشن، اون تصمیم درستی است. چرا؟ چون اکثر تصمیماتی که خیلی از عزیزان میگیرند برای دیگرانه. مثلا به عنوان مثال من یه انتقادی به این ماجرای پزشک خانواده بکنم. پزشک خانواده رو میگن که میرسیم حالا، ولی شما الان بگید. آره، مثلا میگن در شهرهای نمیدونم تا 20,000 نفر. چرا؟ اگر خوبه اتفاقا از همین شهرهای خودمون که تمام
وزرا و نمیدونم مسئولین بزرگ و نمیدونم اینا هستن، از اینجا شروع کنید، بقیه انجام میدن. اگر درست هست که نباید بریم مثلا به استان‌ها خب و حتما اینا. ولی به میرسه. نظر شما الان اجرایی میشه دکتر؟ میتوانند نمایندگان مجلس رو مجاب کنند که از روال پزشک خانواده جلو برند. همینو میگم. از این نظر اجرایی میشه؟ من بعید میدونم. یا خودش دوباره سرمنشه مثلا تبعیض میشه که یک سری مردم مجبور شن؟ امیدوارم اینجوری نشه. امیدوارم من اشتباه بکنم که الان اینا رو دارم میگم، یعنی اون مدلی که شما میگید اجرا بشه، ولی من فکر نمی‌کنم اونجوری اجرا بشه. آی دکتر، ما در کشورمون به زعم خیلی ها طبق آمار میان میگن که ما کمبود پزشک داریم. به نظر شما ما در ایران کمبود پزشک داریم یا نه؟ از نظر عددی خیر، از نظر نحوه توزیع و پراکندگی بله. توضیح میدین؟ مثلا در تهران بیش از حد پزشک داریم، چه پزشک عمومی، تخصص، فوق تخصص توی رشته‌های مختلف و در شهر و در کلان شهرها. در بسیاری از شهرهای کوچیک نه، کمبود اون افراد رو داریم. ولی اگر این افراد از شهرهای بزرگ بلند شن برن در شهرهای کوچیک کار کنن، این کمبود دیگه دیده نمیشه، یعنی عددی نیست. الان چرا پزشک هایی که حتی گاهن از اون شهرها میان تهران درس میخونن حاضر نمیشن برگردن تو همون شهر یا شهرهای دیگه خدمت کنن؟ حالا این گزارتون کاملا درسته، فقط جوابی که من میدم اینه که شما به عنوان همین شغلی که الان دارید، شما یا هر کدوم دیگه از عزیزانی که شغل‌های مختلف دارند، حاضرند برن در شهر محروم کار کنند؟ چه عللی وجود داره؟ یکی فرهنگیه، یکی موضوعات درآمدیه، یکی موضوعات امکاناتیه. مثلا شما وقتی تفاوت میزان امکانات در شهر محروم با شهر خلاصه برخوردار وقتی انقدر زیاده که حتی یک تفاوت درآمدی کوچک هم برای اونجا قرار میدید کسی نمیره، شما باید یک انگیزه برای فرد ایجاد کنید که ماندگاری پزشک در شهرهای کوچیک بیشتر بشه. انگیزه چی میتونه باشه؟ انگیزه، خب ما امکانات تفریحی، رفاهی برای اون فرد و مردم اون شهر رو بیشتر کنیم. سخته. خیلی ساده ترینش اینه که حداقلش از نظر اقتصادی ایشون رو و هر فردی رو که میخواد در شهر محروم کار کنه جوری تأمین کنیم که حاضر نباشه اونجا رو ول کنه. مثال وزارت نفت جاهایی که مناطق عملیاتیش هست، جاهایی که هم محرومه، هم بسیار سخت زندگی، هم از نظر آب و هوایی سخته، ولی چطور کم بوده نیرو نداره؟ جبران میکنه. یک، جبران میکنه. دو، این شکلی نیست که تمام مدت اون فرد مثلا در اونجا باشه. دیدید اقماریه مثلا 2 هفته است میره، پس راه حل میتونه وجود داشته باشه. مهم اینه که ما چجوری نگاه میکنیم به موضوع. من از نظر من، این شاید این جمله یه ذره سنگین باشه، ولی اعتقادم اینه که نگاه حاکم بر سیستم مدیریتی سلامت ما در الان، حالا سالهای سال در وزارتخونه تا الان، شاید به این صورت باشه که ما اینها رو مثلا مهره شطرنج میبینیم. من پزشک رو مهره شطرنج میدونه، اونجا کمه بذارش اونجا. این بذارش اونجا اگر پسر خودم باشه، دختر خودم باشه، میگم بذارش اونجا. با توجه به این نکته که در مورد بحث کمبود پزشک گفتیم، این داستان افزایش ظرفیت که از سال 1400 شروع شد، موافقین و مخالفینی هم داشت، اتفاق افتاد، حتی این رو چقدر شما اثر بخش میبینین برای اینکه مثلا همچین مسئله رو حل کنید؟ هر گونه افزایش ظرفیت پزشکی برای گرفتن دانشجو نیاز به ایجاد زیرساخته. انقدر جدیداً این عکس‌ها پخش شده که دیگه خود مسئولین هم ترسیدند. چه عکسایی؟ مثلا یک سالونی که پر تا پر دانشجو، بیرونش هم دانشجو و صحبت استاد سطح 1 کلاس 600 نفره هم داریم. من دانشگاهی رو میدونم که مثل ماجرای آلودگی این روزها که زوج و فرد میکنند، اونجا هم زوج و فرد کردن. کلاس رو زوج و فرد کردن. یک عده روز زوج میان، یک عده روز فرد میان. خب بعد استاد حاضر میشه 2 روز رو بیاد؟ حالا استادم تقسیم میکنن، اونم زوج و فرد میکنن. ولی میخوام اینجوری بهتون بگم، یعنی تا زمانی که زیر ساخت
تأمین نشه اتفاقاً بدتر میشه شرایط. شما افرادی رو خواهید داشت که از نظر آموزشی بسیار ضعیفن، دیگه مردم به راحتی اعتماد نمیکنن، دیگه اون جایگاه بالای پزشکی کشور که الان وجود داره اون زمان دیگه وجود نخواهد داشت، مهاجرت بیشتر خواهد شد. های دکتر، بحث زیرساخت که مطرح میشه خب خیلی بحث درستیه، اما اگه واقعا بخوایم اجرایی نگاه کنیم تو این کشور، این که ما منتظر باشیم زیرساخت درست شه بعد ما بیایم ظرفیت رو درست کنیم نمیشه به نظر من. یه مثال میزنم براتون. این مثالات ملموس میتونه باشه. ببینید سال 1396 من رزیدنتی قبول شدم بیهوشی. اون زمان حدود 200 مثلا 20 نفر ظرفیت بیهوشی بود. یعنی 220 نفر حدوداً دانشگاه ها رزیدنت میگرفتن حدوداً. چقدر پر میشد؟ حدود 200 تا. خب الان چه اتفاقی افتاده؟ الان ظرفیت رو بردن بالا، دیدن پزشک متخصص بیهوشی کم داریم، چه کار کنیم؟ ظرفیت رو ببریم بالا. الان ظرفیت حدود 400 نفره. الان چند نفر میگیره؟ چند نفر پر میشه؟ 100 نفر. یعنی اون موقعی که 220 نفر میگرفت حدود 200 نفر پر میشد. الان ظرفیت رو برده بالا 400 نفر ولی 100 نفر که هم میان. پس افزایش ظرفیت وقتی ما میگیم، ببینید در طی سالها خودش اینجوری نشون میده. ممکنه شما در ورودی پزشکی، دانشجوی پزشکی بیای الان 4000 5000 6000 10000 میگیری در سال، الان شده نمیدونم فکر کنم 12000 تا فکر کنم. بکنم تا 16000 تا دوست داشتن که بره ولی حالا داره متوقف میشه. اون زمان مثلا حالا باز دوباره مثال دیگه، ما حدوداً 50000 پزشک عمومی داشتیم که ورودی رزیدنتی حدود 4000 نفر بود. خب الان حدود 100,000 پزشک عمومی داریم، ورودی هم همونه ولی تعداد نفراتی که وارد رزیدنتی میشن از اون موقع کمتره. یعنی ما تعداد تمایلی ندارن. چیکار میکنن؟ چرا الان گفته میشه 30,000 پزشک عمومی اصلا کار پزشکی نمیکنن، اصلا نیستند، یا میگن گم شدن نیستند، اینها خیلی تیتر شد، اینها اغلب میرن یا کار پزشکی نمیکنن. بعد اینکه این یه مثال میگن که الان مثلا 20,000 پزشک بیکار داریم، الان پس ظرفیت رو ببریم بالا، مثلا 7 سال دیگه 50,000 پزشک بیکار داریم. و این بحث ضربه‌ای که میگین به بحث آموزش میزنه به اینجا میرسه که شما مجبور میشین کنکور تخصص رو، آزمون در واقع دستیاری رو برای یه سری رشته ها بردارین، یه سری رشته ها بدونن بدون آزمون، و این بازم میشه افرادی که شاید به نوعی صلاحیت کمتری دارن بتونن بیان رزیدنتی بکنن. من فرض کنید متوجه نمیشم، شمای عزیزی که میبینید این برنامه رو میبینید، به شما بگن که بیایید رایگان بدون امتحان فقط دلتون بخواد بیایید برید این رشته رو بخونید، اولین سوالی که تو ذهن شما شکل میگیره چیه؟ فکر نمی کنید که چیه این ماجرا؟ چرا اینا اینطوری دارن بذل و بخشش میکنه؟ کی بذل و بخشش میکنه رشته تخصصی رو؟ پس همون اول ما ارزش اون رشته رو آوردیم پایین. این یک. دو، مگر اون افرادی که دارن تصمیم میگیرن که اون رشته رو انتخاب کنند چشم ندارن؟ مگر هوش ندارن؟ خب میان سوال میکنن، میرن میپرسن، 4 تا دستیار میپرسن دیگه. حالا شما اینو بکن 10 برابر، بگو آقا ساده بیا برو، بگو اصلا امتحان نده. این روش حله. بریم سراغ بحث دستیاری که بحثیه که خیلی صحبت در موردش زیاد میشه تو خبرها، حتی رسانه هایی که تخصصی نیستن این خبرها رو الان حساس شدن، پوشش میدن های دکتر سلحشور. و اون بحث خودکشی که اتفاق میفته در کادر درمان بیشتر هم در مورد دستیارهای عزیزی که یک خیلی نمیدونم چه واژه‌ای میشه به کار برد، واقعا دانشجوهایی که 7 سال پزشک عمومی بودن الان دیگه امید داشتن حتما با 1000 امید آرزو خودشون خانوادهشون که بیان متخصص بشن، اما چی کار رو به جایی میرسونه که حاضر میشن به زندگیشون خاطر بدن؟ ببینید تقریبا سال 1400 من دبیر شورای صنفی مرکزی دستیاری بودم. خدمت شما عرض کنم که اون زمان شروع خودکشی‌های سریالی و تعداد بالای رزیدنت ها صورت گرفت. یعنی تقریبا ما از
اواسط 1399 تا اواسط 1400 فکر کنم 13 تا خودکشی رو داشتیم. ببینید اتفاقاتی که افتاد اینه که 4 تا جلسه‌ای که نمونه‌ش هم گفتم مثلا 2 هفته پیش با معاونت محترم آموزشی داشتیم. جلسات گزارش دهیه. یعنی مثلا خب در این یه هفته چند تا اتفاق افتاد، فلان دانشگاه اینو اعلام کرد. مگه این روش حله؟ متاسفانه نمیخوایم واقعیت ها رو بپذیریم. واقعیت ها اینه که یک، حجم کاری رزیدنت بسیار بالاست، مسئولیتش بسیار بالاست. دو، رزیدنت آینده روشنی برای انتهای کار خودش که فارغ التحصیلی باشه نمیبینه. یه زمانی خیلی از اساتید وقتی صحبت میشه میگن زمان ما خیلی سنگین‌تر از این حرفا هم بود. بله. خب بله، زمان شما وقتی شما فارغ التحصیل میشدید با 2 سال کار کردن در طرح که میرفتید خونه و ماشینتون هم تهیه میکردید در شهری که شهر بزرگی که زندگی میکردید. الان با 2 سال طرف یه دونه ماشین در واقع یعنی ارزون ترین ماشین ایرانی رو هم قسطی نمیتونه بگیره، در حالی که دیگه مثلا تقریبا 32 سالش هم شده. پس ناامیدی به اون انتهای کار که فارغ التحصیلیش هست. سوم، نوع برخوردی است که ما با این عزیزان داریم. من چند تا مثال برای شما بزنم، شما در هیچ رشته این شکلی نمیبینید، در هیچ شغلی این نوع برخورد رو نمیبینید. مگه میشه مثلا رزیدنت سال بالا به رزیدنت 1 سال پایین ترش که مثلا فقط 1 سال دیرتر قبول شده، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده، زنگ بزنه بگه بیا، میگه بعد طرف رو میکشونه میگه خب دیدمت کاری ندارم برو. هست اینا دکتر؟ والله اگر نبود، اگر عینش رو نه دیده بودم نه شنیده بودم من اصلا برای چی بیان کنم؟ زنگ میزنه میگه بیا، میگه برو اون جورابامو بشور. زنگ میزنه میگه بیا برو برای من نمیدونم سیگار چیپس فلان اینها بخر. 2 به سال 1 مثلا 2 به 1، 3 به 2، نمیدونم 3 به 1، اینجور چیزا. با همدیگه میخوان برن مریض ببینن، اگر بخش در طبقه مثلا 2 3 باشه میخوان سوار آسانسور بشن، اجازه به ورود رزیدنت سال پایین به آسانسور نمیده، میگه تو باید با پله بیای بالا. حالا نکته اینه که اون رزیدنت سال بالایی چرا اصلا اینجوری شده؟ سال قبلم سال بالایش اینجوری باش برخورد کرده. نکته چیه؟ اتند یعنی متوجه نمیشه، مطمئنم میدونه. حالا 100 تاشون یعنی 100% ندونن، 90% میدونن. تصمیمات همیشه برای دیگرانه. من میخوام اینو بگم، یعنی همون اتند وقتی میری صحبت میگه رزیدنت سال پایین باید برخوردش رو مناسب مثلا. خب درسته که میگن دکتر خودت چون اون اتنده خودش رزیدنت سال 5 و اینجوری حساب میشه. تقریبا حدود 1-2 ماه پیش یک استاد دانشگاهی جلوی 19 تا رزیدنت بدترین ناسزاها و فحش‌ها رو نثار یک رزیدنت سال بالا میکنه. یک اتند. بعد از این خیلی آرام نمیشه، تازه صندلی رو هم پرت میکنه. آرام نمیشه، میاد جلوی 19 نفر یه دونه چکم میخوابونه زیر گوش رزیدنتش. چه اتفاقی میفته بعدش؟ به رزیدنت میگن که نباید حرف بزنی، اگه حرف بزنی ما طرف مثلا استادتون میگیریم و بعدش هم آخرش هم رزیدنت رو از اون بیمارستان فرستادنش یه جا دیگه. تازه ما پیگیری کردیم اینجوری شد و الا که اخراج و همه چی اینا میشد. رزیدنت تو اخراج می‌کرد. بله، رزیدنت خوب چک نخورد. مثلا جای قرمز کمتری افتاده. آره احتمالاً عقب کشیده. این فشار هاست که تحمل در واقع رزیدنت ها رو به جایی میرسونه که تصمیماتی میگیرن که در حالت عادی نمیگیرن. اما یک سری بحث های قانونی یا حالا به نوعی چالش های صنفی هم هست که اونها هم داره رزیدنت ها رو اذیت میکنه. بله، راجع به اونها هم صحبت میکنیم. اولین قسمت این ماجرا این سوالیه که میپرسم، لطفاً خواهشاً عزیزان در واقع مسئول در وزارتخونه خیلی واضح بگن، خیلی واضح، رزیدنتی یک دوره دانشجویی است یا یک شغله؟
خب ببینید این الان جواب اون مسئوله. ببینید اونجایی که این ببینید نداره، یا شغله یا دانشجوه. اصلا نه، اونجایی که ما میخوایم میشه دانشجو، اونجایی هم که میخوایم میشه شغل. اونجایی که میخوام پول بدن میگن خب دانشجوه. اونجایی که میخوان کار کنید میگن شغله. این قضیه باید اول از همه مشخص بشه. همین الان شما سرچ کنید دیگه، الان دیگه دسترسی به اطلاعات انقدر زیاد هست که هر فردی به راحتی میتونه اطلاعات رو بگیره. اینو در گوگل جستجو کنند، بزنن مثلا دوره رزیدنتی فلان رشته فلان کشور یا در کشورهای مختلف. خب میاره هر کدوم مثلا در شهر فلان انقدر حقوق داره در اون یکی رشته، یعنی رشته به رشته و شهر به شهر و کشور به کشور پرداختی و حقوق رزیدنت متفاوته. چرا؟ چون رشته به رشته متفاوته. ولی ما اینجا این موضوع رو نداریم. تمام رشته های رزیدنتی همه با هم دیگه یه عدد میگیرن. مثلا خب رشته ها میخواین اشاره کنین مثلا؟ والا ببینید حدود 25 میلیون تومان بود. با چند ساعت فکر کنم با تقریبا 400 ساعت در آره. بعد یه موضوع دیگه میگن نه آیین‌نامه هم تغییر کرده. ببینید اینایی که میگم خواهشاً منو همه میشناسن. من اصلا دلم میتپه برای این کشور، برای اینکه دوست ندارم ببینم این مشکلات درش وجود داره و معلومه که میشه حل بشه ولی حل نمیشه. اگه این حرفا رو میزنم برای حلشه. این عزیزان قطعاً هستند که مشکلات رو حل کنن، ولی یه لحظه این جملات رو هم گوش بدن. خدمت شما بگم که خیلی از عزیزانی که این بخشنامه ها رو می نویسن در بیمارستانی که خودشون الان به عنوان هیئت علمی هستند همین بخشنامه ها و آیین‌نامه ها رو اجرا نمی کنن. مثال یعنی مثلا نوشته شده که سال یک رزیدنتی 12 تا کشیک بده، ولی همون فردی که این رو مثلا امضا کرده در بیمارستان مربوطه داره رزیدنت سال یکش 14-15 تا کشیک میده. ضمانت اجرایی این بخشنامه ها و آیین‌نامه ها کجاست؟ مگه تبدیل به مثلا بخشنامه میشه قانون نمیشه دکتر؟ بخشنامه خب به هر حال یعنی جزء مواردی است که وقتی ابلاغ میشه در دانشگاه موظف به اجراشن، اجرا نمیشه. میگم تو همون بیمارستانی که اون فرد مسئول این رو امضا میکنه خودش اجرا نکرده، بعد انتظار داریم که مثلا در دانشگاه‌های دیگه این رو انجام بده. اینجا بحثی مطرح میشه، یک کلیدواژه‌ای که ما زیاد میشنویم در مورد نظام سلامت، تعارض منافع. که آیا وجود داره؟ بله وجود داره. یعنی چی؟ یعنی من وقتی که هیئت علمی هستم که رزیدنت دارم و مسئولم هستم، خب اگر بخوام تصمیم بگیرم آیین‌نامه‌ای رو بنویسم که به نفع رزیدنت باشه میشه به ضرر خودم بیشتر باید کار کنم. الان زیاد کار نمی‌کنم مثلا. خب من بارها گفتم من دوستان عزیزی دارم که خودشون هیئت علمی هن و میدونم که این فرد چقدر زحمت میکشه برای رزیدنتش، چقدر تمام مدتی که رزیدنت هست که با رزیدنت هست، رزیدنت میره بازیشون هست، ولی چوبشو کی میخوره؟ همین رفقای بنده که میگم هیئت علمی هن. چرا؟ به خاطر اینکه بسیاری دیگه از عزیزان هیئت علمی حالا به هر دلیلی که باشه حاضر نیستند این اتفاقات برای رزیدنت ها بیفته. وقتی ساعت کاری رزیدنت کم میشه بیمارستانو که درشو تعطیل نمیکنن که کرکره نداره بکشن پایین، بالاخره باید یه نفری به بیماران برسن، یا اتند مربوطه است باید بیاد برسه، یا یک پزشک باریکلا، پزشک موقعین، پزشک آنکالی که به صورت درمانی قرارداد داره با بیمارستان و دانشگاه. و اعدادی که دکتر در مورد پزشک مقیم هم مطرح میکنن خیلی پایینه که اصلا پزشک مقیم با اون اعداد میاد توی بیمارستان کار کنه. فکر کنم الان حدود 2 میلیون تومانه، 3 میلیون تومانه، 3 میلیون یه شیفت 24 ساعته. البته مقیمی رو میگن 18 ساعت ولی خب 24 ساعته همه رو میگیرن دیگه، اینجوری نیست. برگردیم سر همون بحث تعارض منافع. راهکار چیه برای این بحث‌های دکتر؟ اجرای قانون. نه مثلا اینکه مسئولانی که در نظام سلامت هستن بیان غیر پزشک باشن، آیا این راهکاره که در واقع اون تعارض منافع از بین بره؟ این هم میتونه یه راهکار باشه. یعنی بعضی وقتا انقدر
این موضوع چالشیه که فکر میکنیم شاید اگه این اتفاق بیفته بهتر باشه. البته اون اشرافی که مسئول پزشک نسبت به موضوعات داره رو واقعا غیر پزشک نداره، واقعا نداره. ولی یک راه حل ساده، فقط اجرای بخشنامه‌ها و قوانین. شخصا فکر میکنم که شاید لازم باشه حوزه آموزش در واقع پزشکی از وزارت بهداشت جدا بشه. اینم تو سوالا بود، اینکه قبلا خب زیر نظر وزارت علوم بوده. ببینید این خیلی حرف و حدیث داره ولی من وقتی اگر میخوایم منطقی صحبت کنیم، شمایی که میگی نه، لطفاً تمام آیین‌نامه‌ها قوانین رو اجرا بکن، بعد من نمیگم بهت اینو. اگر اجرا میکنی قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، باش، قبول، شما خودتون ادامه بدید قسمت آموزش رو. ولی وقتی اجرا نمی‌کنید، وقتی این تضاد منافع وجود داره، شما چرا الان مخالفی؟ بازم برای تضاد منافع خودت هم نگیرید. بازم مثال، شما چه رشته، چه شغل، چه بگم فردی رو میشناسید که مثلا یک شغلی رو انتخاب کرده رفته، یه رشته تحصیل رو انتخاب کرده رفته، دیده خوشش نمیاد، یا نه اصلا خوشش میاد، شرایط زندگیش اجازه نمیده که این رو ادامه بده، خواست که این شغل یا اون رشته رو ترک کنه و بذاره کنار. کجای دنیا کجا اصلا وجود داره که علاوه بر این که باید حقوقی که بهش دادن برگردونه و یه چیزی بالای، یعنی یک عدد میلیاردی، بالای 1 میلیارد تومان شاید جریمه پرداخت کنه که نمیخواد باشه؟ کجا اینجوریه؟ بعد صحبت کنیم میگن نه ببین این فرد جایگاه یک فرد دیگری رو گرفته بوده که انتخاب کرده، که مثلا اگر این انتخاب نکرده بود یه فرد دیگه میتونست بیاد انتخاب کنه. من که الان به شما گفتم بسیاری از رشته ها، نه آفرین، بسیاری از رشته ها اصلا صندلیش خالیه. یعنی همکار رزیدنت بیهوشی من در فلان جا که میره، اصلا مثلا بایستی 5 تا رزیدنت میداشتن، الان یه دونه است، اونم میبینه کار سنگینه، میگه نه من میخوام برم. نه باید پول بدی. الان که دیگه جای کیو گرفته؟ دقیقاً این منطقه برای زمانی بوده زور، که دعوایی بوده، زور آقا، زور نگیم. ما تمام مدل مدیریتیمون شده یا دعا بارون بیاد یا زور باید بارون بیاد. خب آقا نه با دعا الان بارون میاد، نه با زور تو میتونی بارون رو بیاد. شما باید این رشته ها رو بخونی، اگر خواستی نخونی هم نمیشه، زوره، باید انقدر بدی. برای چی؟ این بحثی که گفتیم فقط تو نظام سلامت هست. یه چیز دیگه هم داریم که خیلی دوست دارم شما راجع بهش صحبت کنین. طرح. اون چیه داستانش؟ طرح اجباری. اونم نداریم جای دیگه. هیچ جای دیگه نداریم، فقط برای سیستم پزشکی و پیراپزشکی. بفرمایید. نکته جالب اینه که در قانون مثلا اومده که طرح پزشکان و پیراپزشکان، خب پزشکان عمومی یه 2 سالی میرن و بعد تموم میشه، بعد میخوان اینا میرن مثلا بعد رزیدنتی برای تخصص میخونن. اینا طرحشون رفتن، چه کنیم؟ آها، اسمشو میذاریم طرح ضریب کار، یه چیزی میسازیم براش طرح ضریب کار. این که طرحش رو رفت یه بار، بعد خب تعهد میگیریم ازشون، یه تعهد بده اگر اینجور باید. خب الان من در کشور میخوام تخصص بخونم، نمیخوام برم خارج از ایران، میخوام در کشور خودم بخونم، یه راه بیشتر نداره، اونم از طریق همین وزارت بهداشته. وزارت بهداشت میگه خب حالا اگر خواستی بخونی باید بیای تعهد بدی که تموم شد، هر جا دلم خواست بفرستمت، نمیدونم با هر شرایطی که بود باید کار بکنی. بازم زور. آره، بعد میگن که تقسیم طرح بر اساس یک سری پارامترهایی است که امتیازاتی دارد. یعنی مثلا خیلی عادلانه است. من همینجا میگم عزیزانی که مسئولم هستن، خیلی ها از دوستان من هستن، امیدوارم که این رو اصلاح کنند. نه خیر، عادلانه نیست. این شکلی نیست. اگر عادلانه است شیشه ایش کنید. مگر بر اساس پارامترهای مختلف نمیخواید امتیاز بدید؟ مثلا مجردم یا متأهل یه امتیاز، خانومم یا آقا یه امتیاز،
قبل از شروع رزیدنتی چقدر کار کردم و کجا کار کردم، یه امتیازات مختلف. خب اگر همه چیش مشخصه، من معلوم امتیازم چنده، شیشه ایش کنید اصلا همه ببینن آقا من الان تو تقسیم تر بخوام انتخاب کنم مثلا نفر 300م. خب میدونم که مثلا بر اساس نفر 300 باید انتخاب کنم. خب شیشه ایش کنید. از این باب میگم که شخص من سال 1400 تقسیم شدم به یاسوج. درخواست داشتم که از یاسوج برم آبادان، یعنی دانشگاه همو تغییر بدم. خیلی اتفاقی، اینو من بعداً فهمیدم، خیلی اتفاقی یک فرد دیگه هم، اونم متخصص بیهوشی، اونم آقا، اونم یاسوج افتاده بود و جالبه که ایشون هم درخواست داشت بره آبادان. من سنم بیشتر بود، بیشتر کار کرده بودم قبل از رزیدنتی، سالها پزشک خانواده کار کرده بودم، مناطق محروم. امتیازم اگر قرار بود بر اساس امتیازی باشه امتیازم بیشتر بود، ولی در کمیسیون اون فرد رو منتقل کردن به آبادان چون پدرش هیئت علمی فلانجا بود، مادرش مثلا متخصص فلانجا بود. پس لزوما بگیم حتما همه چی با عدالت صورت میگیره نیست. در مورد طرح اینجوری نیست. اینجا یک سوالی مطرح میشه دکتر، چرا نظام سلامت درگیر اینقدر مشکله که ما جاهای دیگه نمیبینیم؟ چرا اینجا برای اینکه یک مشکل حل بشه باید یک انرژی خیلی زیادی صرف بشه که تازه مثلا یک مسئله مثل مسئله تعهد رزیدنت ها حل بشه، تازه مثلا مسئله بیمهشون حل بشه که حالا به قول خودتون حل هم نشده. ریشه یک همچین مقاومتی در برابر حل شدن مشکلات توی نظام سلامت چیه؟ من بارها اشاره کردم دیگه، وقتی ما نگاهمون به نگاه مدیریتیمون مدلش این هست که ما از همه بهتر میفهمیم و دیگران متوجه نمیشن، یا ما ولی نعمت دیگرانیم از نظر مثلا مدیریتی، این شکلی میشه که چی؟ که منی که در مثلا چه میدونم وزارت بهداشت هستم و نیروهای متخصصی رو دارم که، یا اینجوری بگم، منی که در وزارت بهداشت هستم شهرهای کشور رو بایستی از بابت داشتن بیمارستان و نیروی انسانی تأمین بکنم، به جای اینکه شرایط کاری رو بهبود بدم از مدیریت اجبار و زور استفاده میکنم. شما باید بری اونجا. خب شما یه شرایطی رو ایجاد کن که اونجا خود نمیدونم نیروی کار بره اونجا. خب الان اجبار کردی رفت دیگه، خب طرحش بالاخره که تموم میشه دیگه، نمیمونه دیگه. هی عقب میندازن میگن شاید 2 سال دیگه بعد یه فرد دیگه رو پیدا کنیم که به زور بفرستیم. و به قول شما تو اون 2 سالی هم که توی طرح هست ناخودآگاه وقتی به زور میره رو کیفیت ارائه خدمتش هم اثر میذاره. بسیار. من یه چند تا موضوع رو بگم. ببینید یه مثال بزنم برای شما. یک جراحی رو ما فرستادیم مثلا منطقه محروم، رفته در یک شهر منطقه محروم با اون شرایط داره کار میکنه. مثلا یه شب کشیکه، یه بیماری میاد با درد شکم، بعد ویزیت میکنه، آزمایشگاه میفرسته رادیولوژی سونوگرافی بشه، میفرسته سیتی بشه، میاد تشخیص میذارن آپاندیسیته. بعد میگه الان باید ببرمش اتاق عمل، بعد شب ببره مثلا اتاق عمل اونجا عملش بکنه، فردا صبح بره ویزیت کنه با تمام مسائلش، مثلا آخر کار تمام عوارض هم میذارم کنار، هیچ، بهترین حالت ممکن خوب بشه، طرف مرخص بشه. این استرس کاری، این انجام خدمت درمانی چقدر ارزش ریالی داره بر اساس تعرفه امروز؟ بر اساس تعرفه امروز یک چیزی حدود مثلا 1 میلیون تومان تا 1.5 میلیون تومان به فردی که تمام وقته، یعنی بابت همه این یعنی تمام وقته، شد 1 میلیون تومان، اونم 9 ماه تا 1 سال آینده. خب بعد ما انتظار داریم که مثلا این جراح هیچ حرفی از مثلا نمیدونم زیرمیزی نزنه و اصلا از پرداخت خارجی. مشکل سیستمیه دیگه. یعنی من و شما میتونیم اینجا بشینیم بگیم زیرمیزی بده، ولی خب وقتی یک همچین اتفاقی میفته ناخودآگاه به اون سمت حرکت. خب آقای دکتر خیلی ممنون از اینکه تا الان حوصله کردین
چند تا سوال پایانی. سوال اول این که در حد 3 تا کلمه یا 3 تا موضوع، همین الان 3 تا چالش اصلی نظام سلامت رو میتونید از همین هایی که صحبت کردیم راجبش بگید. اون 3 تای اصلی که به نظرتون خیلی داره ضربه میزنه به برند نظام سلامتمون چیا هست؟ چه مسائل و چالش هایی هست؟ اصلی ترینش کم بودن سهم سلامت از جی دی پیه. یعنی مثلا به شما بگم تقریبا باید حدود مثلا 7-8% باشه، الان 3-3.5% هم نیست. خب این چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ خیلی ساده، اتفاقش اینه که همین کمتر پرداخت کردن ها از نداشتن این بودجه هست. وقتی خیلی از این بودجه پرداخت نشه، من وزارت خونه هم نمیتونم تقسیم کنم. البته بماند که بسیاری از این در واقع نتوانستن ها خیلیش به خاطر گاهن نوع مدیریته. یعنی با همین شرایط خیلی دانشگاه ها هستن که در واقع زود پرداخت میکنن، بیشتر پرداخت میکنن. یه سری دانشگاه هم هستن که نه، اینجوری نیست. بنابراین خیلیش بر اساس واقعا نوع مدیریته. چالش دیگه بحث شاید در واقع نمیدونم، شاید بگم همین موضوع خیلی از مشکلات رو حل میکنه. اصلی ترین موضوع حال حاضر مشکل اقتصادی حوزه سلامته، نه فقط پزشک. الان در واقع مهاجرتی که در غیر پزشکان وجود داره تو حوزه سلامت از بحث پرستاران اینها خیلی نگران کننده تره، ولی ما بیشتر هی داریم انگاری اون پزشک رو نگاه میکنیم. اون منی که در بیمارستان ها دارم کار میکنم و میبینم که کمبود کادر سلامت به عنوان پرستار در بخش‌های مختلف خیلی بیشتر به چشم میاد، مخصوصا در شهرهای بزرگ دیگه الان واقعا، و این نگران کننده است. گفتم حدود 30,000 پزشک عمومی تقریبا کار نمی‌کنن، اصلا کار پزشکی انجام نمیدن. یا بسیاری از متخصصینی که 4 سال بعد از عمومی تخصص رو رفتن خوندن، کار تخصصی خودشون رو انجام نمیدن، روی آوردن به کارهای زیبایی. بنابراین اگر ما این مشکلات رو در قبول نداشته باشیم یا ببینید یه ذره حالا پخش و پلا شد، اینجوری بگم که سال 94 بود، من به عنوان پزشک خانواده رفته بودم یکی از روستاهای استان فارس. اونجا ماه اول، یعنی شاید هفته اول، خلاصه اومدن ما رو کتک زدند و شما پس بله ما شامل حالم شده اون زمان. بعد علتش چی بود؟ یعنی علت جالبه. یک فرد یه دفترچه در واقع خدماتش رو آورده بود، میگفتش که برای من یک فرم ارجاع بنویس برای یک متخصص. نگاه کردم دیدم اصلا دفترچه خودش هم نیست، دفترچه خانمشه. بعد اون موقع هنوز آگاه نبودم که نه مشکلی نیست باید بنویسیم برای همه. بعد گفتم که خیلی قانونمند واسم بگم که نه خب این دفترچه شما نیست، تشریف ببرید، مثلا حالا همسرتون هست به همراه ایشون بیاید، من ویزیت کنم ببینم اگر نیاز هست که من فرم ارجاع بدم. تو تازه اومده بودیم دیگه، گفت که تو میخوای اینجا بمونی؟ همینجور بلند شد بالا سرم، تو میخوای اینجا بمونی؟ من میدونم و تو. یا خدا چه شد؟ رفت بیرون و با یه نفر دیگه اومدن و خلاصه ما رو زدن. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ من اون لحظه گفتم که من توی روستایی هم بودم، گفتم ترک میکنم. از شبکه من زنگ زدن بمون اشکال نداره، نه حالا بمون تو اونجا بمون. بمون تو چیه؟ کی بایستی امنیت من رو در واقع تأمین کنه؟ کی بایستی الان تو این اتفاقی که رخ داده بیاد پشت اون کادر درمانش رو بگیره؟ باز چه اتفاقی افتاد؟ خیلی جالبه. مسئول حراست اونجا تهییج کرده بود که برید که مثلا بنویسید این پزشک لیاقت مثلا کار کردن در اینجا رو نداره. چرا؟ چون اون فردی که اومده بود منو زده بود از بستگانشون بود. سوال بعدی این که اگر همین الان شما وزیر بهداشت باشین، اولین اقدامی که انجام میدین چی؟ من لیاقت وزیر بهداشت شدن رو ندارم. واقعا فرض کنید. خب حالا واقعیتش رو بگم، من
اعتقادم اینه که آدم‌ها بایستی پله به پله جای در واقع جایگاه‌های مدیریتی رو پیش برن بالا. بنابراین واقعا الان من خیلی فاصله داره این ماجرا تا اون فکرش که ضرر نداره دکتر. خیلی سخته. با این سیستم من میمونم که واقعا دم اونایی که قبول میکنن گرم واقعا. خیلی عالی بهتر شد یا نه؟ بهتر شد. یه کوچولو. به عنوان سوال بعدی، الان فرزند داریم؟ من نه. اگر الان یه فرزند داشتین بهش توصیه میکردین پزشکی بخونه تو همین سیستم و فضا یا نه؟ خیر. میگم که مثلا در ایران نه. ایران نه. خب و خودتون اگر برگردین به زمانی که میخواستین به نوعی مثلا وارد رشته پزشکی بشین و این تصویر تا الان رو که دیگه الان خودتون متخصص شدین رو نشونتون میدادن، انتخاب میکردین که وارد بشین یا نه؟ قطعاً پزشکی رو انتخاب شاید انتخاب نمیکردم، چون من رشتم ریاضی بود. از ریاضی اومد؟ آره از ریاضی اومدم. من مثلا المپیاد کامپیوتر 2 سال دوم سوم دبیرستان المپیاد کامپیوتر بودم. من سال 79 فارغ التحصیل شدم. سال 79 رتبه‌ام شد 900 930 40 50 60 یادم نمیاد، 900 خورده ای. شما کنکور دادید؟ آره. بعد اون جاهایی که میخواستم قبول نشدم، موندم یه سال بعدش شدم 60. نگاه کن کسی که سال 80 پزشک عمومی شد با کسی که سال 90 پزشک عمومی میشد با کسی که الان 1404 پزشک عمومی میشه چقدر تفاوت داره؟ از چه نظر؟ از نظر در واقع درآمدی، مدل زندگی. اون زمان کسی که پزشک عمومی میشد چه زندگی رو میتونست برای خودش بسازه؟ الان 1404 یه پزشک عمومی چه زندگی رو میتونه برای خودش بسازه؟ بنابراین اگر فکر کنیم که هیچ چیزی رو نمیتونستیم تغییر بدیم، فقط خودمون رو میتونستیم تغییر بدیم یا تصمیم خودمون رو تغییر میدادیم، خیلی سریعتر پروسه در واقع تا تخصص و فلان و اینها رو طی می‌کردم. خیلی مثلا برو حالا پزشک خانواده کار کنیم ورو نمیدونم برو این ورو این یه کارهای دیگه بکنه اینا نمی‌کردم. و به عنوان سوال آخر، اگر الان یک دانشجویی که میخواد انتخاب رشته کنه بعد از کنکور سراسری ازتون بپرسه توی پزشکی پول هست یا نه، چی بهش جواب میدید؟ میگم قطعاً نیست. قطعاً اگر میخوای بر اساس قوانین جمهوری اسلامی و تعرفه های دولتی کار بکنی پول نیست. قطعاً. ولی اگر مثل خیلی ها قرار باشه که به هر حال مثلا گاهن یه مواردی رو آدم زیر پا بذاره یا کنار بذاره اینها، بله شما هر رشته دیگه هم میتونید. خب حرف که زیاده، اما خیلی ممنونم از شما آقای دکتر که مهمان ما بودین. خیلی بحث خوبی حتما برای ما بود. امیدوارم شما خوش گذشته باشه و امیدوارم یک قدم مثبتی امیدوارم دفعه بعدی که همدیگه رو دیدیم مثلا به زودی همدیگه رو ببینیم باز این مسئولیت باشه، یعنی به خاطر این حرفا ما رو کنار نذاشته باشه. امیدوارم که اینجوری نباشه، یعنی حداقل دیگه هنوز امیدوارم واقعا اینجوری نباشه. شوخی می‌کنم. خیلی متشکرم از شما که همراه ما بودین. تا قسمت دیگر از چکاپ، خدا یار نگهدارتون. آقای دکتر خیلی متشکرم. شما از شما. سلامت باشید. زنده باشید. ممنونم.